این آخوند میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم از نور فاطمه خلق شده است. وفتق من نور ابنتي فاطمة وخلق السماوات. إذا كانت السماء المقصود بها في القرآن الرسول، انتبه وياك وشك، انتبه لكلامي، إذا كان السماء المقصود بها الرسول والسماء خلقت من فتق من نور فاطمة، يعني المظهرة لسماء المصطفى من؟ فاطمة روحي لها الفداء. المظهرة لسماء المصطفى هي فاطمة، لأنها السماء خلقت من نورها والسماء هي الرسول. هذا السر في مسألة ولولا فاطمة ما خلقتكما. این آخوند رافضی میگوید وقتی مراد از آسمان در قرآن پیغمبر است و آسمان از نور شکافته شده فاطمه خلق گردید، پس ظاهر کننده آسمان پیغمبر کیست؟ طبعاً فاطمه است و به الله متعال تهمت میزند که اگر فاطمه نبود شما دو نفر، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی رضی الله عنه را خلق نمی کردم. الله متعال می فرماید إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. همانا کسانی که الله و پیغمبرش را آزار می دهند، الله آنها را در دنیا و آخرت از رحمت خود به دور داشته و برایشان عذاب خار کننده ای آماده کرده است. بیننده گرامی، این نمونه ای از غلو و افراط آخوندان شیعه درباره امامان و فاطمه رضی الله عنها که از حد و اندازه فراتر رفتند و آنان را از حدود مخلوقات الهی فراتر بردند و درباره آنان به احکامی که ویژه الله متعال است گراییدند و از مرز عقل و ایمان تجاوز کردند و ایشان را آفریدگار پنداشتند، یا بدان اعتبار که آنان انسانهایی متصف به صفات الوهیت هستند. این رافضیان تمام صفات الهی را به ائمه نسبت دادند و از میان صفات الهی تنها صفت خلق را گذاشته بودند که آن را هم به فاطمه دادند. چگونه امکان دارد که یک پدر از دخترش به دنیا بیاید؟ این آخوند رافضی برای توجیه عقیده باطل خود رو به تفسیر باطنی آورده و میگوید مراد از آسمان در قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. پس معنای این آیات چه می شود؟ الله متعال می فرماید إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بدون شک هیچ چیزی در آسمان و زمین بر الله پنهان نمی ماند. آیا مراد از آسمان در این آیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد؟ پس مراد از زمین چیست؟ در جای دیگر الله متعال می فرماید ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله.
آیا به پرندگان توجه نکرده اند که در آسمان رام و تحت فرمان پروردگارند و کسی جز الله آنها را نگه نمی دارد؟ آیا مراد از آسمان در این آیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد؟ و پرندگان چگونه در پیامبر پرواز می کنند؟ در حقیقت این آخوند شیعه نیز می خواهد بگوید مقام فاطمه بالاتر از مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و در خلق و امر با الله جل جلاله شریک است، اما از ترس این که مبادا مسلمانان او را کافر بگویند چنین با کنایه سخن میگوید. رسیدن به جایگاهی بالاتر از مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای کسی ممکن نیست. پس ای آخوند شیعه، فاطمه رضی الله عنها وقتی که از بشر بالاتر، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر، از فرشته بالاتر باشد، پس او کیست و در نزد تو مقامش چیست؟ خجالت نکش، واضح‌تر بگو فاطمه رضی الله عنها خالق کون و مکان است. الله متعال می فرماید سبحانه و تعالی عما یصفون. الله پاک و منزه است از آنچه که او را بدان توصیف می کنند.